منصبداران افغانستان میگویند شب 24 دکبر جنگجویان به بناهای حکومتی در شرق پایتخت افغانستان حمله کردند. در نتیجه برخورد مسلحانه که چند ساعت دوام کرد، کمش 43 کس کشته شد. سلاح بدستان به مجتمع وزارت کارهای جمعیتی و دیگر اداره‌های مناطق شرقی پایتخت افغانستان حمله کردند. آنها اولا در درآمدگاه مجتمع ماشین سرشار از مواد ترکنده را منفجر نمودند. بسیار یک صدای خطرناک انفجار شد. از این انفجار ترسیدیم، از این سایه خود کشیدیم. بسیار زیاد مردم پریشان شد. وزارت امور داخلی افغانستان اطلاع داد که برخورد با سلاح بدستان نزدیک 8 ساعت ادامه کرد و 350 کارگر به جای امن کوچانیده شدند. نیروهای امنیتی 3 نفر از مسئولان حمله را کشتند. نفری چهارم که بمبگذار مرگ طلب بوده است، هنگام ترکانیدن ماشین به هلاکت رسیده است. تا حال کسی مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. در گذشته عادتاً حمله های شبیه حمله 24 دکبر را جنبش طالبان و یا گروه دهشت افکن دولت اسلامی بر دوش گرفته است.